بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اجمعین. ما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز و خواهران گرامی، هر کجا که هستید پاینده باشید. در چند روز گذشته یک کلیپی ماموسا هادی احمدی نشر کردن در کانال خودشون در مورد اینکه مناظری رخ داده ما بین امام شافعی و امام احمد بن حنبل سر اینکه کسی که بر اساس تنبلی نماز رو ترک بکنه، یعنی قائل به این هست که نماز واجبه، اگرم نخونتش یعنی نماز رو به جا نیاره گناهکاره، منتها آدم میگه تنبلم نمیخونم، این شخص حکمش چیه در اسلام؟ آیا این شخص کافر میشه یا اینکه نه کافر نیست؟ ایشون یک کلیپ نشر کردن و استناد کردن به نقلی که امام سبکی رحمت الله علیه آورده و اینکه بله مثلا مناظری بین امام شافعی و امام احمد سر این قضیه رخ داده. بعد من دیدم عده‌ای از برادرانی که فکرشون حالا با ما مقدار تفاوت داره اومدن از این قضیه سوء استفاده کردن و خواستن که مثلا در علم ماموسات طعن بزنن یا اینکه اینو به مردم القا کنن که اصل قضیه اینه که مثلا تارک الصلاة آره کافره و حتی اگر شخص به خاطر تنبلی ترک نماز کرده باشه. یه نمونهش اینجاست که این برادری هست که به هر حال فعالیت‌های نیکویی ایشون داشتن در رد شبهات ملحدین، الله جزای خیرشون رو بده، ولی خب در این قضیه اومده مثلا به ماموسا هادی گفتن که معنای صیغه تمریز رو نمیدونی، در حالی که هر کسی که یک ذره انصاف داشته باشه خیلی خوب میدونه که امثال ماموسا هادی که علمشون ثابت شده و به هر حال اهل حجره هستن و تدریس میکنن و فلان و به همان این شخصیت ها و مجیز هستن، اینا قضایایی مثل صیغه تمریز اینا اصلا ممکن نیست ندودن و این یه مقدار اجحافه به نظر من در صحبت کردن. اما بریم ببینیم اصل قضیه چیه. همونطور که میبینید کانال ماموسا هادی احمدی کلیپ رو نشر کرده، من دیگه نشر نمیکنم، کلیپ خودتون برید ببینید و تو اینستاگرامشون هم بود، حالا اون کامنت تو اینستاگرام بود، بعد نوشتن رونکردنەوەی بەڵگەیەکی بە قوت لەلایەن امام شافعی. حالا این حرف درست نیست جناب ماموسا زدن. چرا؟ چون که این واقعه که کأنما بین امام شافعی و امام احمد مناظری رخ داده من حیث سند ضعیفه و این برادر که گفتن من حیث سند ضعیفه راست میگن و واقعا اینجوریه. من حیث سند ضعیفه این از یک جهت من ایراد میگیرم بر این مناظره، این یک جهت دومی که اصلا کی گفته امام احمد ابن حنبل معتقد بوده که تارک الصلاة تکاسلی کافره؟ همچی حرفی کی زده؟ اتفاقا جمع کثیری از علمای حنابله معتقد به این قضیه نیستن و گفتن احمد ابن حنبل چنین نظری نداشته. همونطور که در اینجا میبینید امام ابن بطه حنبلی از کبار علمای حنابله گفته انکار کرده قول کسی رو که بگه تارک الصلاة تکاسلی کافره و گفته حتی اختلاف نظری در این قضیه من در مذهب ندیدم که همچین شخصی تکفیر نمیشه. حتی گفته چی؟ گفته اختلاف مذهبی من در مذهب امام احمد سر این قضیه ندیدم. امام حافظ ابن جوزی در کتاب مناقب امام احمد نقل کرده، گفته که امام احمد فرموده ایمان قول و عمل زیاد میشه و کم میشه و زیاد شدن ایمان با زمانی هست که انسان احسان بکنه و زمانی نقصان ایمان رخ میده که انسان رو به بدی گرایش پیدا میکنه و انسان از ایمان خارج میشه به سوی اسلام، چون که ایمان یک درجه بالاتر از اسلامه. اگر توبه کرد و بازگشت از گناهانش توبه کرد به ایمان برمیگرده، ولی هیچ چیزی از اسلام خارجش نمیکنه الا چی؟ شرک به الله سبحانه و تعالی. پس در اینجا فهمیده هیچ چیزی شخص رو از اسلام خارج نمیکنه الا چی؟ شرک نباشه. یا اینکه فریضه از فرایض الهی رو جاحیدن، ببینید جحد بکنه، انکار بکنه، بگه این اصلا فرض نیست، اصلا واجب نیست، به این منظور همچین حرفی بزنه، بیاد انکار بکنه، در این صورت هم کافر میشه. ولی اگر ترکش کرد به صورت تنبلی و کسالت، در این صورت در مشیت و اراده الله متعال، اگر الله متعال اراده فرمود عذابش میده و اگر هم اراده فرمود میبخشدش. پس در این روایت از امام احمد اصلا امام احمد قائل به این نبوده که تارک الصلاة کافره.
حتی دلایل دیگری هم هست. دقت بکنید این متن آوردم این عربی شه، کسی که عربی میدونه خودش اینو بخونه، کلیپو متوقف کنه، کسی هم نمیدونه من فارسیشو براتون بگم. این متن امام ابن قدامه مقدسی هست، صاحب کتاب مغنی، شخصی که شیخ مذهب حنابل است. شما میدونید قضایای فقهی ضابط خودشو داره. مثلا اعتبار سخن ابن قدامه از افرادی که شیخ مذهب حنابل نیستن ولی حنبلی هستن خیلی بیشتره. ایشون به مذهب امام احمد آگاه تره. ببینید ایشون میگه چی؟ میگه روایت دوم از امام احمد در مورد این ترجمه رو ما استاد سید کرم محمودی انجام دادیم. روایت دوم از امام احمد در مورد شخصی که به وجوب نماز اعتقاد دارد ولی به خاطر تنبلی نماز نمیخواند این است که چون این شخصی با وجود حکم بر مسلمان بودن به خاطر اجرای حد کشته میشود، نه اینکه کافر باشد. مانند شخصی که همسر دارد و زنا میکند که به خاطر حد، نه اینکه کافر باشد، رجم میشود. امام عبدالله ابن بطه این قول را برگزیده و سخن کسی را که قائل به کفر چون این شخصی است انکار کرده و بیان کرده که مذهب امام احمد بن حنبل بر این است که شخصی که به خاطر تنبلی نماز نمیخواند کافر نیست و در مذهب امام احمد بن حنبل اختلافی هم سر این قضیه نیست. دقت می‌فرمایید. بعد میاد یه سری روایت ها میاره دیگه، اینا رو خودتون بخونید، استناداتی رو به احادیث و به روایاتی که آمده میکنه که بله مثلا در جاهای رسول الله برای بعضی از گناهان لفظ کفر رو استفاده کردن در حالی که به اجماع امت اون گناه کفر نیست. خب چرا رسول الله لفظ کفر رو استفاده کردن؟ به خاطر اینکه شدتی باشه بر اونها، بفهمن که این کارشون چقدر کار اشتباهیه که حتی لفظ کفر براش اومدن، اما نه اینکه واقعا اینا کافر میشن، ابدی میشن در جهنم. دقت میفرمایید. حتی در ادامه متن استناد میکنن به امام خلال، بازم ایشون از کبار علماء حنابلن که ایشون هم چندین روایت آوردی که روایت ها دلالت میکنه بر اینکه تارک الصلات تکاسلی کافر نیست. حالا این متون رو دیگه خودتون بخونید، من ادامه ندم کلیپو. این از این قضیه. این که اولا ابن قدامه، ابن جوزی، ابن بطه، خلال و جمع کثیری از علماء حنبلی اصلا معتقد نیستن که احمد ابن حنبل معتقد بوده که تارک الصلات کافره. دقت میکنید. بعد هم شخصی مثل شیخ ابن تیمیه حرانی، عده دیگر از علمای حنبلی مثل ایشونن. ایشون فرموده چی؟ گفته اگر کسی مصر باشه بر ترک نماز، هیچگاه نماز نخونه و بر همین امر بمیره و هیچگاه نماز نخونده باشه، این مسلمان نیست. ولی اکثر مردم یه وقتایی نماز میخونن یه وقتایی نمیخونن. میگه اینها تحت چیه؟ وعیدن. وعید. اگر اینها رو کافر ابدی میدونه شیخ ابن تیمیه، خب میگفت اینها تحت وعدن، ولی فرمود تحت وعیدن. و وعید هم میدونی دیگه، کسانی که علوم شرعی خوندی میدونی وعید یعنی چی؟ یعنی که امکان داره خدا ببخشدشون، امکان هم داره نبخشدشون، ولی تهدید شدن، گناهشون خیلی خیلی گناه بزرگی. دقت میفرمایید. پس اینجا هم حتی ابن تیمیه میگه اگر کسی یه وقتایی نماز میخونه یه وقتایی نمیخونه، این نمیشه بهش گفت کافر. خب ایشون هم حنبلیه که. پس یه دسته از علماء حنابلة مثل ایشون در این قضیه فکر میکنن. حالا میرسیم به یه دسته دیگه از علمای حنابلة با تحقیق مثل امام شوکانی. ایشون حنبلی نیست، اما یه تحقیق کردن سر این قضیه. ایشون میگه درسته که ما لفظ کفر رو بر همچین اشخاصی اطلاق میکنیم، چرا که شرع همچین مسمایی براشون گذاشته. دقت میکنید. ولی این کفری نیست که مانع مغفرت و شفاعت بشه در روز قیامت. یعنی چی؟ یعنی این کفر اعظم نیست. پس این یه دسته دیگه از علمای حنابلة که بله در ظاهر اطلاق لفظ کفر میکنن. چرا؟ چون که شرع اطلاق لفظ کفر کرده، اونا هم اطلاق لفظ کفر میکنن، ولی معتقد نیستن که این کفری باشه که مانع شفاعت، مانع بخششه. و یعنی چی؟ یعنی کفر اکبره، شخص رو برای همیشه جهنمی میکنه. خب اینم یه بخش دیگه از علماء حنابلة. حالا یه بخش دیگر از علماء حنابلة کسانی هستن که گفتن کافر میشه، کافر ابدی میشه. حالا اینها هم اختلاف شدیدی دارن، خیلی شدید، سر این که با چند تا نماز اگه نخونه کافر میشه، یه نماز اگر ترک کنه کافر میشه، 2 تا 3 تا، یه روز نماز نخونه کافر میشه، 2 روز 3 روز. سر این هم اختلاف شدیدی میان کسانی که از علماء حنبلی که معتقدن تارک نماز کافره، سر این هم یه اختلاف شدید هست. یه عده دیگر از علماء حنبلی هم هستن، اینجا ننوشتم. افرادی هستند که معتقدن کفر تارک الصلاة زمانی اثبات میشه که شیخ البانی هم همین حرفو میزنه. زمانی هست که چی؟ که ولی امر مسلمانان این شخص رو دعوت بکنه به ادای نماز و اون اجابت نکنه.
دقت میکنید؟ در اون صورت بهش میگن کافر میشه. خب اینم یه نظر دیگه. پس وقتی که ما این اقوال رو در مذهب امام احمد ببینیم، به این نتیجه میرسیم که اصلا و ابدا نظر رایج در مذهب امام احمد هم این نیست که تارک الصلات کافره، بلکه نظر رایج در مذهب امام احمد اینه که تارک الصلات اگر تکاسلی باشه کافر نیست. یه دلیل دیگری هم که ماجرا حقیقتا به واقعیت نمیخوره اینه که اگر هم ما گیریم فرض کنیم که امام احمد چنین نظری داشته، خب امام احمد سر فتوای خودشون که اینقدر بی دلیل نیستن که فوری اینقدر کوتاه بیان، اینقدر سری کوتاه بیان و دیگه دلیلی نداشته باشن ارائه بکنن. و اینم طبیعی نیست. پس من از این سه لحاظ من ایراد میگیرم به این واقعه. ولی خب اینم بهتون بگم که نظر رایج در مذهب امام احمد اینه که تارک الصلات کافر نیست. حالا اما این ماجرا، این مناظره درسته که از من حیث سند ضعیفه، اما من حیث دلیل و حجت قویه. دقت کنید همین متن رو میخونم و تموم بشه. اگر ترک نماز از روی سهلنگاری کفر باشد، پس کسی که به خاطر آن کافر شده است با ادای آن در زمان کفرش وارد اسلام نمیشود، برای اینکه نماز کافر قبول نیست. اما اگر بگویید بعد از این که با ترک نماز کافر شد جز با شهادتین وارد آن نمیشود، پس به تو گفته میشود او شهادتین را نقض نکرده تا اینکه او را ملزم به اقرار به آن کنید و او پیوسته همچنان به آن اقرار و اعتقاد داشته. اگر گفته شود با گفتن شهادتین و اعتقاد به وجوب نماز وارد اسلام میشود، میگوییم او از چنین اعتقادی بیرون نیامده که همان اعتقاد به وجوب طاعت است. اگر گفته شود با گفتن شهادتین و عزم کردن بر ادای نماز وارد اسلام میشود، میگوییم وقتی معتقد به وجوب طاعت باشد پس عزم هم بر ادای نماز دارد و جزء آن است و از آن بیرون است. کل متن خودتون بخونید کامل. پس این متن من حیث سند ضعیف اما من حیث دلیل قویه، اما خودیت ماجرا حقیقتا ایرادات زیادی برش وارده و هیچ وقت رخ نداده و جناب امام مصطفی نباید به این همچین چیزی در این قضیه استناد میکردن تا اینا نه سوء استفاده کنن، بگن ببینید اینایی که میگن تارک الصلات کافر نیست دلیلشون همینه، این حرفا رو میزنن. بعد جالبه همین حرفو که امام مصطفی زد فوری اول اینکه ایشون اومد واکنش نشون داد، واکنش به این شیوه امام مصطفی رو متهم کرد، بعد کانال رایان فارسی هم که متعلق به فکر سلفیت اومده گفته فوری بعد از اون این متن گذاشته که آقا صحیح نیست همچین چیزی. ولی خب اینها با این کارها دارن مردم رو به سمت این نظر میبرن که بله تارک الصلات تکاسلی کافره، در حالی که این رأی حتی در مذهب امام احمد هم رأی ضعیفیه، حالا چه برسه به بقیه مذاهب. به نظر من دیگه کافی و بیشتر از این لازم نیست. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.